آقا چند روزی قیمت پلاس خیلی رفته بالا، همه کلافه و کفری شدن. بریم ببینیم داستان چیه. چند روز پیش بود که خود سونی هم رسما اعلام کرد که میخواد قیمت پلاس رو افزایش بده، به دلیل اینکه میخواد بازی‌ها و خدمات بهتری رو به سرویس پلاس اضافه کنه. نکته اینجاست گیم پس هم چند ماه پیش افزایش قیمت داشت، ولی حداقل شاهد این بودیم بازی روز دنیا روش میاد. این آخرین بازی که سونی لطف کرده اد کرده به بازی پلاس، بازی هم سنترو، بلک دیزرت و جنریشن زیرو. اینا هم یه سری بازیای فوق رده پایین آندرریتدن، واقعا خوب نیستن. آقا الان مثلا اشتراک پریمیوم که خفن ترین اشتراک سونیه شده $160. $160 معادل 8,200,000 تومن ما میشه. حالا راه حل اقتصادیش چیه؟ ما خیلی برای اینکه آنلاین بازی میکنیم نیاز به تهیه پلاس داریم. پس بهترین راه اینه که بیایم ظرفیت 2 و ظرفیت 3 پلاس رو تهیه کنیم این که قیمتش مناسب و اقتصادی تره.